بر سر نبردم سر به پایت گر ببخشا مادری جانم نبردم سر به پایت گر ببخشا مادری جانم برایت سینه افگار است دلی غم دیده بیمار است برایت سینه افگار است دلی غم دیده بیمار است گناهی بنده بسیار است ببخشا مادری جانم گناهی بنده بسیار است ببخشا مادری جانم. سلامت باشین. سلام علیکم دوستای عزیز، مخلصای مهربان، هر جای باشین، سربلند خانه آباد باشین. آواز گوش کردین؟ فکر میکنیم که مواری در آواز خواهرک راحت کردین. برادر عزیز، دوستای عزیزی ما، این خواهرک که در بری ما میبینین مقدس نام داره، این ناحیه ورزابه. مقدس ما سرودای را گوش کردم، مثال پیشتر 10 سال پیش هم خواندگی این گوش کردم. این نو سال 2025 هم یک دو سرود خونده این کلیپ کردین، پیشنهاد کردین مخلصا دا. یک چیمه دا همیجا در فکر موندگی، در فکر آوردگی مرا. شما سرود خواندگی این همی آوازی که شما خواندین مخلصا گوش کردن، همیجا پتپیچگاه ما گوش کردن. سرودایی که در کلیپات خواندگی در کدام استودیو خواندین که آواز شما چقدر شیرینه، چقدر خوبه. استودیویی که خواندگی به جایی که آواز شما را همه آواز اختون اخلا پیشنهاد کنن در همه موسیقیا، در موزیکا، فکر میکنیم که به جایی که خوب کنن کمتر بیزیب کردگین، همین را اختون درک کردگین یا نه؟ سر اول سلام و درود خود را به تمام مردم شرفمند تاجیک و مخلصان اکای نعیم جان میرسانم. ما بسیار خرسند هستیم و شکرگزار از آبادی و تنجی وطن عزیزمون هستیم که ما جوانان امروز میتوانیم در همه ساحه، در چی کسب و کاری که نباشد آزادانه فعالیت کنیم. و بسیار سوال خوب داده اکای نعیم جان. ما با بسیار استودیو همکاری کردگی هستم، که این کمودی را خود ما درک کردگی هستم. خیر نمیدونم از چی سبب باشد این کمودی را خودم درک کردگی. دوستای عزیزی ما، همین سروده که حاضر مقدس خان، سرودی استاد شادروان قربان علی عبداللهی. بله. استاد وقت شده شما را اجازت داده بود که سروداشو بخونید. بله. دادگی بده اجازت. بله بهترین. انا دوستی ما که باشین، شما برادرای عزیزی ما، همین سرودا ما در پیسند آمدگی، همین سرودا حسابی ما انشالله که ارنجیروفکش میکنیم تا کلیپ شه ما دستگیری میکنیم که همین سرودا شما پیشکش کنین، مخلصا تماشا کنن و یک استودیوی میریم که ارنجیروفکش هم تنظیم همین موسیقیش هم خوب کنن، آواز هم در یک استودیو ضبط میکنیم. ما یک برادر دارم، اکای موسی نام داره، بهترین زوک رژیسور، بهترین آدمی هسته که در همین ساحه خوب میفهمه، آوازتون در همون ضبط میکنیم. بعدا شما سرود قطعی کلیپش تماشا کنین دوستای عزیزی ما و دستگیری را فراموش نسازین. یک سرود دیگه میخوانی اوزی، بعدا با صحبت ها دوام میتیم. میشه گلی بادام دارم یاری خوش نام دارم، گلی بادام دارم یاری خوش نام دارم، برهش منتظرم وعده بر شام دارم، برهش منتظرم وعده بر شام دارم. چشمی و مهبینای چشمی ما ره بین است، چشمی و مهبین است، چشمی
گلی بادام داریم یاری خوشنام داریم برهش منتظریم وعده برشان داریم برهش منتظریم وعده برشان داریم. دوستای عزیزی من استادم میگفت که وقتی که موسیقی اعلا اجرا کرده شید موسیقی خوب اجرا کرده شید سرایندهش که آواز خوب داره آدم برعکس دعوت میکنه موسیقی آدم خوشحال میکنه یک لحظه هم باشه باور کنین من استراحت کردم. این برنامه خیلی رفته است که من هیچی گفتن من نمیدونم مقدس من فهمیدم کم در هیجان شما یکم بار برنامه کردین نه؟ بله. یکم بار سخنرانی کردین؟ بله. سرود خوانده بودین پیشو برنامه کردگی نبودین؟ سخنرانی یکم بار است. فهمم. دوستای عزیزی ما برین ای برنامه امروز مقدس صحبت کردیم. شما یاد دارین سال 2013 ای تلویزیون بهارستان آواز طلایی میرفت در همون سال 2013 مقدس در آزمون آواز طلایی جای اول گرفتگیان. مقدس بانو وقتی که سال 2013 در آزمون آواز طلایی جای اول سزاوار شدگی بودین صنف چند بودین؟ صنف 11 بودم. صنف 11 بودین. وقتی که مکتب بود کردین با کنسرواتوار داخل شدین؟ با راحت از طرف تلویزیون بهارستان. کنسرواتوار ملی راحت یافتم. 5 سال خوندین کنسرواتوار ملی؟ بله. دوستای عزیزی من مقدس بانو یگام سراینده یا آوازخوان تصادفی نیست. مکتب موسیقی ناحیه شون هم خوندگی وقت شده با کنسرواتوار ملی هم بود کردگیان. خلاصی گپ برادر عزیزم آوازش شما گوش کردین انشالله که من کم کم دستگیریش میکنم حتما شما کامنتار کنین که فقط راست شو بگین که آوازش چی خیلی همی را بگین انمی قچیز شما برای ما در کارای تمام. مقدس بانو میخواین که مشهور شید؟ این مشهور شدن آرزوی هر یک هنرمند است. هر یک هنرمند میخواد که مشهور باشه. راست میگین دوستای عزیزی من راست میگن خواهرمون آرزوی هر یک هنرمنده که مشهور شوند. باور میکنی مقدس بانو آوازی تو یک آوازی هسته که من نمیدونم شاید که آواز شما برای من پسند آمدگی خیلی مخلصا با چون فکراشون حتما در کامنتار می نویسند فکرای شما برای ما به نهایت ضروره. مثل همین شما واری هنرمندایی که آوازی خوب دارین که پسی پرده شناخته نیستین شاید که اون کس دستگیری تو نمیکنه زیادن. روزای آخر هر یک هم خیلی مثال برادرها و دوستا پیشنهاد میکنن که نعیم جان ای را دستگیری کن یا او را دستگیری کن. آوازها را گوش میکنم باور کنین در حیرت میمونم حیران میشم. برادر عزیزی من خلاصی گپ مقدس بانو را دستگیری میکنیم. شما حاضرش ده کلیپی مادرش انتظار باشین روزای نزدیک پیشنهادی شما میکنیم. شما راضیین؟ راضی باشین کامنت کنین. خداوند نگهبانتان تا برنامه های آینده.